عالی تیم‌های بدخشان و کندهار، پهلوانان نامی هر دو تیم رو در روی دیگر قرار گرفتن، جایی که میدان مالامال پر است از حضور هواداران. بریم به سمت آغاز یک مسابقه جذاب و تماشایی که همه منتظر ویسل آغاز این مسابقه بودن. ببینیم که پهلوانان هر دو تیم چگونه از این فرصت استفاده خواهند کرد و به نفع خودشان. خال پهلوان را میبینیم، در طرف دیگر روح الله قیومی را میبینیم، به هر ترتیب عتیق مختار را میبینیم، برادرش نجیب مختار و همچنان پهلوان خوب و شایسته و زبده و توانای بدخشان غلام خدایی را در تصویر میبینیم و در طرف دیگر گلبدین پهلوان را میبینیم، عبدال پهلوان را میبینیم، سرور پهلوان را میبینیم، سمیع پهلوان را میبینیم. برای کندهار پهلوانان نامی هر دو تیم با اسبای چست و چابک خودشان رو در روی یکدیگر به رقابت پرداختند. رقابت مالامال از هیجان، جذابیت و حساسیت لازم را این مسابقه داره. سرور پهلوان و عبدال پهلوان را هم در ترکیب میبینیم برابر پهلوانان ولایت بدخشان. هر دو تیم سراسیمه تلاش میکنن که برداشت انجام بدن. فکر میکنم که حالا نوبت برداشت جیگ به جیگ شد. زمان 1 دقیقه به پایان رسید و حالا برداشت جیگ به جیگ هست. هر دو تیم هر کدام یک پهلوان را میفرستند و در رقابت فرد به فرد، در رقابت تن به تن برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. چهره ابراهیم ترکمن را میبینیم که قضاوت بسیار حساسی را داره و چهره گلبدین پهلوان را در ترکیب تیم کندهار میبینیم. اگر اشتباه نکنم که گلبدین برای دقایق در ترکیب بلخ هم بازی کرد در بازی امروز، حالا برای کندهار بازی میکنه. ظاهرا تازه خریداری شده و حتی او گساله هم حلال کرد برای بلخ. جالب است، در فاصله یک ساعت در ترکیب دو تیم بازی میکنه. بر صورت کار دنبال میشه، برداشت جیگ به جیگ هست. پهلوانان دو تیم با همدیگر رقابتشان را آغاز میکنن. گلبدین پهلوان هست، رقیب خود از صحنه میکشه. عتیق مختار را نه، نجیب مختار هست. رقابت گلبدین و نجیب مختار رو در روی یکدیگر رقابت میکنن. هر دو پهلوانان شایسته هستند. نجیب مختار سال گذشته که بدخشان در ترکیب حضور نداشت برای تیم سمنگان به میدان رفته بود. نجیب برداشت کرد و اینم حضور پرشمار علاقه‌مندان. چه شور و حالی برپا کردن. نجیب مختار با سرعت و چابوکی به سمت دایره حلال حرکت میکنه. ببینید مدافعان تیم کندهار این گونه است پس مأموریت نجیب برمیآیند و کارش جلوگیری میکنن و برنامه را خنثی میکنن. این بازی آسان نیست، این بازی نفسگیری است. یک بار دیگر برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. ببینیم چهره نجیب مختار را به چه ترتیب گساله را در تقم خود محکم گرفت به سمت دایره حلال و پهلوانان و مدافعان کندهار از راه رسیدند و او را از مسیر دور کردند. دوباره برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. دوباره پهلوانان تلاش‌های خودشان را انجام خواهند داد. دوباره رقابت دنبال خواهد شد. چه بازی است این مسابقه، چه جذابیتی خواهد داشت این مسابقه. مالامال است اتفاقای خوب و خوشایند است این مسابقه. میبینیم که مردم چگونه کنار هم، علاقمندان دو آتشه هر دو تیم کنار هم قرار گرفتند و شاهد یک بازی پر جنب و جوش، یک بازی بسیار جذاب، یک بازی تماشایی هستند از هر دو تیم بدخشان و کندهار. منتظر ویسل هستیم، ویسل بزنه. گساله را آوردن در دایره برداشت. پهلوانان هر دو تیم تلاش‌های خودشان را انجام خواهند داد. شماره 6 عبدالوهاب پهلوان برای تیم کندهار را در تصویر دیدیم که گساله را آورد در دایره حلال انداخت. حالا نوبت جیگ به جیگ هست. آقای ترکمن ویسل را خواهد زد. چه شور و حالی است در میدان بزکشی یکتوت در کابل، محل برگزاری فصل 5 مسابقات لیگ بزکشی افغانستان. رقابت بین فرید پهلوان هست. فرید پهلوان از سر اسب خود فرو می‌قد تا سر زمین. حالا نوبت یاران بدخشان هست. فکر می‌کنم برداشت صورت گرفته. غلام خدایی پهلوان هست. گوساله در تقم خود گرفته. غلام خدایی پهلوان هست. پهلوان نامی ولایت بدخشان.
ببینیم چگونه استفاده میکنه از این فرصت. اولین امتیاز کدام تیم میگیره؟ کندهار مقتدر یا بدخشان نامی؟ هر دو به دنبال کسب امتیاز هستند. اولین امتیاز انگیزه مضاعف میبخشه به تیم، به هواداران، به مشتاقان، به طرفداران. این مسابقه ساده ای نیست. میتونیم بگیم که فاینال زودرس هست این دیدار. تلاشای هر دو تیم برای برداشتن نشه گساله از سر زمین. دوباره گساله برداشت شده. کدام پهلوان از کدام تیم هست این گساله رو برداشت میکنه؟ فکر میکنه پهلوانی از ولایت کندهار هست. او هم گساله سنگینی میکنه و از دستش فرو میقطه. دوباره کار از سر شروع خواهد شد. رقابت فرد به فرد و جیک به جیک. امتیازهای زیادی نخواهد داشت، اما نتیجه هر چه باشه بسیار اهمیت داره. بسیار حائز اهمیت خواهد بود برای هر دو تیم. این همه هوادار، این همه دوستدار، این همه عاشق و طرفدار مسابقات بزکشی آمدن کیپ به کیپ هم، جفت به جفت هم نشسته هستند و این دیدار تماشایی را از نزدیک میبینن. شرایط مهیا نشد برای همه مردم، برای همه علاقمندان، برای همه کسانی که برآمدن از خانه ها و مسیر طولانی آمدن تا یکتود که وارد میدان بشن و دیدن که جای پای نیست، جای سوزن انداختن هم نیست و ناامید به سمت خانه ها رفتن تا مسابقه را از تلویزیون تماشا بکنن. مردم افغانستان در سراسر افغانستان چشم دوختن به یک چینل، RT اسپورت، جایی که دیدار تیم های کندهار و بدخشان در حال برگزاری هست. پهلوان سرور هست که میخواه سمیع پهلوان البته تلاشای خود انجام بده. غلام خدایی پهلوان در مقابل او است. ببینیم در مرحله جیک به جیک کدام پهلوان موفق خواهد شد. اشاره میکنه که کار دنبال بکنن. غلام خدایی میره که گساله رو برداره، موفق نمیشه. غلام خدایی در برابر سمیع پهلوان تلاشای خود غلام خدایی کرد. تلاشای پهلوانان هر دو تیم ببینیم چقدر موفق خواهند بود. تلاشای خود انجام میده. روح الله قیومی فرزند رئیس فدراسیون بزکشی ولایت بدخشان، گساله باید در مرکز قرار بگیره و از مرکز دایره برداشت جیک به جیک دنبال بشه. بازم غلام خدای میره همراه سمیع پهلوان در رقابت فرد به فرد، در رقابت تن به تن. اسب برتر، اسب چابکتر، اسب نیرومندتر و پهلوان زبده‌تر موفق خواهد شد گساله را از زمین برداره. دوباره سمیع هم موفق نمیشه. غلام خدای پهلوان میره تلاش خودم میکنه. سمیع اجازه کار را برش نمیده. البته عبدالوهاب پهلوان است این بار در برابر غلام خدای پهلوان رقابت میکنه در برداشت جیک به جیک. ببینیم کدام یک موفق میشه. غلام خدای عبدالوهاب را از صحنه دور میکنه. عبدالوهاب دوباره برمیگرده به صحنه. رقابت حساسی است، رقابت جذابی است، رقابت نفسگیری است برای هر دو پهلوان. غلام خدای پهلوان نامی ولایت بدخشان. هر دو تیم در تلاش هستند. هر دو ورزشکار به نمایندگی از تیم‌هایشان که کار را انجام بدن. ببینیم چگونه با دقت تماشا میکنن هوادارانی که دل به دلشان نیست، آنانی که طرفداران تیم‌های کندهار و بدخشان هستند. غلام خدای پهلوان 2 دقیقه زمان دارن، اگر نتانن ویسل خواهد زد ترکمن و 2 ورزشکار دیگر چانس خودشان را آزمایش خواهند کرد. این بار سرور پهلوان میایه در مقابل روح الله قیومی. سرور پهلوان و روح الله هر دو رقابت میکنن. روح الله موفق میشه. روح الله پهلوان برداشت انجام میده و مورد تشویق و تحسین هواداران و مشتاقان قرار میگیره. ببینیم که روح الله چگونه استفاده خواهد کرد از فرصت به دست آمده. روح الله پهلوان به اوت رفت، فرصت از کف میره. این بازی بسیار پربرخوردی خواهد بود. گرفتن امتیاز کار ساده ای نیست. گرفتن امتیاز کار را به اما و اگر میکشانه. ببینیم چقدر مخاطب آمده و در کجا که حضور ندارن. ببینیم صحنه تکرار را. 10مین دقیقه مسابقه و هنوز هیچ اتفاقی برای هیچ کدام از تیم‌ها نیفتاده. اینجا بود که به سمت اوت هدایت داده شد اسب روح الله پهلوان و برداشت جیک و جیک مجدداً صورت خواهد گرفت.
شمار زیادی از هموطنان نازنین ما از ولایت‌های مختلف، به ویژه از ولایت‌های زون شمال، از ولایت‌های بدخشان، کندوز، بغلان، بلخ، به همین ترتیب سایر ولایت‌ها آمدند به ورزشگاه و اینا شب‌ها خانه گرفتن، اتاق گرفتن، منزل گرفتن تا پایان مسابقات بیاین بازی‌های تیم‌هایشان را از نزدیک تماشا بکنن و تشویق بکنن. بدون شک با شکوه‌ترین مسابقات ملی و عنعنوی و فرهنگی مردم افغانستان هست و مردمان و علاقمندان مسابقات بزکشی وفادارترین علاقمندان نسبت به سایر ورزش‌ها در افغانستان هستند. حتی از علاقمندان کرکت هم وفادارتر هستند و از علاقمندان فوتبال و والیبال و سایر رشته‌های ورزشی. تا کنون کم اتفاق افتاده که ورزشگاه در سایر رشته‌ها مال پر بوده باشه از حضور پرشور علاقمندان. دوازدهمین دقیقه مسابقه است و کار کماکان بین غلام خدای و گلبدین پهلوان دنبال میشه. فکر میکنم برداشت صورت گرفته. گلبدین پهلوان از ولایت کندهار برداشت انجام میده. اصلا از تاشقرغان بلخ است. گلبدین پهلوان در ترکیب تیم کندهار بازی میکنه. میره به سمت دایره حلال. راه بسته است. گلبدین پهلوان ببینیم تلاش میکنه که گوساله رو در تقم خود محکم بگیره. هنوز موفق نشده و حالات به سمت دایره حلال حرکت میکنه. نزدیک دایره حلال هست و راه بسته است. باز هم گوساله فرو غلطیده. این بار یک پهلوان دیگر گوساله رو در تقم خود محکم میگیره و کسی نیست جز فرید پهلوان، یار نمبر 5 ولایت کندهار. اضافه شد پهلوان ولایت بدخشان و کار کماکان بین پهلوانان هر دو تیم دنبال میشه. چه شور و حالی است در میدان بزکشی در ورزشگاه در محل برگزاری مسابقات لیگ بزکشی افغانستان. مجددا تلاش‌های پهلوانان ولایت کندهار به سمت دایره حلال. چه سرعتی گرفتن. ببینیم از این موقعیت چه استفاده میشه. آیا این گوساله حلال میشه؟ یوخه در سر بزنگاه از راه رسید. چه دفاع جانانه ای از نجیب مختار، ستاره پرنام نشان ولایت بدخشان. چگونه مورد تشویق و تحسین قرار میگیره. سربار نمیشناسن هواداران حاضر. سر بزنگاه از راه رسید و اجازه نداد که این گوساله حلال بشه. چه اتفاقی بزرگی را رقم زد. چقدر یک لحظه همگی از جای خودشان نیمخیز شدند. اوج هیجان، اوج لذت و جذابیت. ببینیم اینگونه میرفت که فرید پهلوان گوساله را در دل دایره حلال قرار بده و نجیب مختار پهلوان سردار و سالار ولایت بدخشان از راه رسید و اجازه کار را نداد. در آخرین و در واپسین ثانیه ها این گونه نجات داد بدخشان را از تک امتیاز کندهار. تعادل خودم از دست داد. حتی در سرحد افتیدن از سر اسب ریسک کلانی را به جان خرید. از اسب افتید در نهایت. خود در زمین انداخت و مظلومیت به جان خرید اما امتیاز نداد. این گونه است رقابت جذاب تیم‌های کندهار و بدخشان. 14مین دقیقه مسابقه. بدخشان 0 کندهار 0. 15مین دقیقه. کار در میدان بزکشی یکتوت محل برگزاری مسابقات دنبال میشه. دوباره غلام خدای، مجددا غلام خدای مورد تشویق و عنایت مردم قرار میگیره. غلام خدای پهلوان حرکت به سمت دایره حلال. راه بسته است. پرشمار هستند پهلوانان ولایت کندهار. هر طرفی که حرکت میکنه غلام خدای صد راهش میگیرن. این رقابت حساسی است
ببینیم چگونه میسپاره گساله در اختیار پهلوان دیگر از ولایت بدخشان. خال پهلوان حالا گساله در اختیار داره، میره به سمت دایره حلال. اولین امتیاز کدام پهلوان میگیره؟ نه، اجازه ندادنش، او را به سمت بیرون بردند. چه پهلوانی است عبدال پهلوان، در دفاع بسیار خوب بازی میکنه. یک بار دیگر برنامه یاران بدخشان را خنثی کرد عبدال پهلوان. هنوز گساله به بیرون نرفته. تلاشا برای برداشتن نشه گساله از سر زمین ادامه پیدا میکنه. 16مین دقیقه این مسابقه است. لحظات جذاب و نفسگیر. حتی فروغ الدین فرید پهلوان زیر سم اسب، امیدوار است که آسیب نبینه. زیر اسبش است، اسبش کاملا زیر سم اسبا قرار گرفته و فرید پهلوان کار را دنبال میکنه. بازی خطرناک و جذابی است. کار کماکان دنبال میشه برای برداشتن نشه گساله از سر زمین. پهلوانان همه همتشان را به کار میبندند، همه تلاششان را به کار میگیرند. چه کسی گساله را از سر دایره برداشت خواهد کرد؟ کدام یک از پهلوانا؟ یاران بدخشان یا یاران کندهار؟ گساله کماکان سر زمین هست. فکر میکنم که ابراهیم پهلوان دعوت کرده از پهلوانا که مرحله جیک به جیک را دنبال بکنن. بازی گره خورد برای چند لحظه. ببینیم صحنه تکرار را با هم دیگر. اینجا عبدال پهلوان بود، دفاع جانانه ای را انجام داد و پهلوان خال را به سمت بیرون هدایت داد. میبینیم در صحنه آیسته اینجا بود که فرید پهلوان زیر سم اسبای پهلوانان هر دو تیم گم شد، فرش زمین شد، اما خوشبختانه آسیب ندید و کار میتونه در میدان دنبال بشه. ابراهیم ترکمن پهلوان دو تیم را دعوت میکنه که برداشت جیگ به جیگ را انجام بدن. یک سرشماری هم میکنه پهلوان دو تیم را که اسب اضافه وارد میدان نکنن، پهلوان اضافه وارد میدان نشه. ویسل میزنه، دوباره برداشت جیگ به جیگ. باز هم خود فرید پهلوان برداشت انجام میده. فرید پهلوان برداشت انجام داد. عتیق پهلوان او رو فالو میکنه. حالا رولای پهلوان اضافه شده. فرصت برای کندهار هست. ببینیم کندهار اولین گساله را تبدیل به امتیاز میکنه یا خیر. این فرصت را تبدیل به امتیاز میکنن یا نه؟ اجازه نخواهند داد. پهلوانان ولایت بدخشان سراسیمه عمل میکنن با تمام وجود. هر چی انرژی دارن میمانن برای این دیدار. این بازی ساده ای نیست. مال از اتفاقای خوب خواهد بود. کمی اشتباه بکنن میدان را باختن در این مسابقه. ببینیم چگونه در تقلا هستند. چقدر خوب کار کرد خال محمد پهلوان، دفاع جانانه ولایت بدخشان. چه تشویق میکنن هواداران در میدان بزکشی. قرار نیست که امتیازی در این زودی‌ها داشته باشین. ببینیم رقابت فوق‌العاده عالی از عبدالوهاب پهلوان همراه با خال محمد پهلوان. ببینیم این گونه بود که فرصت از کف رفت و تبدیل به امتیاز نشد. رقابت بسیار حساس، نفسگیر، جذاب، تماشایی. بیستمین دقیقه مسابقه. عبدال با نجیب مختار در گفتگوست. رقابت جذاب خودشان را در میدان دنبال میکنند در حضور پرشمار علاقمندانی که آمدن برای تشویق، برای تحسین، برای تماشا کردن و لذت بردن از بازی ملی و عنعنوی و فرهنگی مردم افغانستان.
این مسابقات با حمایت مالی کمپانی افغان تلکام و سلام تقدیم حضور شما میشه. دوباره برداشت جیگ و جیگ، دوباره دو پهلوان شانس خودشان را میآزمایند. ببینیم کدام یک موفق میشه این گساله 35 کیلویی را از روی زمین برداره. دو رقابت 6 در برابر 6. نور آقا با شماره 6 در برابر عبدالوهاب با شماره 6 در برابر یکدیگر رقابت خودشان را انجام میدن. کدام شماره 6 موفق تر خواهد بود؟ عبدالوهاب پهلوان حالا میدان خالی است، میتونه گساله را برداره و برداشت انجام میشه. عبدالوهاب پهلوان یک لحظه دور شد نور آقای پهلوان از صحنه و فرصت برای تیم کندهار مهیا شد. گساله سر زمین است. دو تیم از قدرتمندترین تیم‌های حال حاضر رقابت‌های لیگ بزکشی افغانستان. دو قدرت بزرگ در بزکشی افغانستان، بدخشان، کندهار. باز هم برداشت صورت گرفته. باز هم پهلوانان تلاش‌های خودشان را انجام میدن. برای رسیدن به دایره حلال باید از 7 خوان رستم بگذرن. کار ساده ای نیست، کار آسان نیست. سمیع پهلوان گساله را در اختیار داره. هر دو تیم در تقلا هستند برای کشاندن گساله به دایره حلال. ببینیم چه کشمکشی است. چه سرور پهلوان، سرور گساله را در اختیار داره. سرور پهلوان، مدافعان تیم بدخشان اجازه کار نمیتن. سرور پهلوان، بازیکن صاحب نام ولایت کندهار، سرور پهلوان. یاران بدخشان اجازه کار ندادن، در تقم خود محکم گساله را گرفته. نجیب مختار در کشمکش است، نزدیک و چسبیده به دایره حلال. یک اشتباه جزئی موجب میشه کندهار به اولین امتیاز برسه. از اشتباه یاران بدخشان استفاده بکنن و اولین امتیاز طلایی و شیرین و ارزشمند را به نام خود به ارمغان بیارن. اما مگر اجازه میدن یاران بدخشان؟ امکان نداره اجازه بدن. دفاع جانانه نجیب مختار یک بار دیگر به داد تیم خود میرسه. این نجیب مختار هست که در تصویر میبینیم، بازیکن فوق العاده ستاره سرشناس و سوارکار چیره دست ولایت بدخشان. ببینیم تصویر آهسته. نجیب مختار یک تنه در برابر بازیکنان تیم کندهار تا اینجای کار در نقش مدافع ظاهر شده. 23مین دقیقه این مسابقه، هنوز هیچ گساله‌ای به دایره حلال نرسیده. منتظر ویسل هستیم از ابراهیم ترکمن. بازی را ویسل بزنه و آغاز بکنه. یک بار دیگر ابراهیم ترکمن اجازه کار را صادر میکنه. باز هم برداشت صورت میگیره. پهلوانان هر دو تیم رقابت خودشان را دنبال میکنن. ببینیم کار به کجا کشیده خواهد شد. حتی ابراهیم ترکمن هم در حلقه بازیکن‌ها جای گرفته. او داور مسابقه است، باید فاصله داشته باشه از بین بازیکن‌ها. رقابت کماکان دنبال میشه. رقابت بسیار جذابی است. چقدر این بازی جذاب و تماشایی است. اما حیف است که امتیاز نداشته باشه. حیف است که امتیاز نداشته باشه این دیدار مهیج. باز هم به سمت اوت در حرکت هستند و خنثی شد این تلاش‌های بازیکنان هر دو تیم. یاران بدخشان، عنایی پوشان بدخشان در برابر بازیکنان نامی کندهار که از نقاط مختلف افغانستان گلچین شدن. بهترین های
مسابقات بزکشی افغانستان در ترکیب کندهار هست. این گلبدین هست، گلبدین پهلوان، اصالتا از ولایت بلخ هست، از منطقه تاشقرقان هست. برای بدخشان بازی میکنه. سال پار در ترکیب بلخ بازی میکرد، سالی که کندهار و بدخشان در لیگ حاضر نبودند، حضور نداشتند. سرور پهلوان به می ترتیب از بلخ هست. سمیع پهلوان سال پار در ترکیب تخار بازی میکرد. عبدال پهلوان برای بغلان به میدان رفته بود. اینها پهلوانان شایسته‌ای هستند که در ترکیب کندهار حضور دارند. 26مین دقیقه مسابقه است و کار کماکان بدون امتیاز دنبال میشه. باز هم برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. غلام خدای پهلوان را میبینیم در تصویر با لبخند، با غرور، با اعتماد به نفس بالا. همچنان در برابر عبدالوهاب رقابتشان را دنبال خواهند کرد. منتظر ویسل هستیم کار دنبال بشه برای پهلوانان هر دو تیم. غلام خدای با عبدالوهاب سعی میکنه که غلام خدای را دفاع بکنه. همطور که در تصویر میبینیم عتیق مختار را هم میبینیم در تصویر. خال پهلوان را هم میبینیم. سرور پهلوان را هم در تصویر میبینیم. عبدالوهاب پهلوان را هم در تصویر میبینیم. اینا مهمترین، مشهورترین و قدرتمندترین و زبده‌ترین پهلوانان افغانستان هستند. تقسیم به دو شدن، در برابر یکدیگر به رقابت میپردازند. پهلوان خدای ببینیم که از این موقعیت چه استفاده ای میکنن. همه تلاش‌هایشان را انجام میتن پهلوانان هر دو تیم. بازی متوقف است. ویسل بزن آقای ترکمن در 28مین دقیقه. کندهار در بازی اول روز گذشته برابر لوگر به میدان رفت و پرشمار لوگر را شکست داد. حالا نوبت میرسه به بدخشان. دو تیم از این گروه وارد مرحله 8 میشن. بدخشان و کندهار به احتمال زیاد از گروه خودشان صعود خواهند کرد، اما بستگی داره به نتیجه این دیدار و همچنان نتیجه پایانی. سرور هم مأموریت گرفته که پهلوانی از ولایت بدخشان را کنترل بکنه، صدرالدین پهلوان را. ببینیم که سرور با لبخند، اندیبالا و دوستای همدیگر در بیرون از میدان رقابت هستند و در میدان رقابت اما رقبای اصلی هر دو برابر همدیگر رقابت میکنند. سرور پهلوان در برابر صدرالدین پهلوان. چقدر موفق خواهند بود برای برداشتن نعش گساله از سر زمین. در 29مین دقیقه این دیدار کار کماکان بدون امتیاز دنبال میشه. تقلا و جنگ تن به تن پهلوانان هر دو تیم. هیچ کس به هیچ کدام اجازه نمیده که گساله را از سر زمین برداره. هر دو به هم دیگر لبخند هم میزنن. رقابت جذاب هست. سرور اجازه نمیده. بدخشان به امتیاز نیاز داره و کندهار امتیاز داره. 3 امتیاز از این گروه داره. تا این جای کار بدخشان امتیاز خاصی نداره، به این دلیل که اولین مسابقهش به حساب میه. مسابقه بعدیش برابر لوگر خواهد بود. 29مین دقیقه مسابقه آهسته به پایان میرسه. فقط 1 دقیقه تا پایان مسابقه زمان هست، تا پایان نیمه نخست و ظاهرا هر دو تیم پلان و برنامه دارن که نتیجه مسابقه را انتقال بتن به نیمه دوم. واپسین ثانیه هاست. تلاشای پهلوان ولایت بدخشان او را از صدر را دور میکنه. سرور پهلوان اجازه کار نمیده. سرور تقریبا 20 ثانیه. دو پهلوان دیگر چانس خودشان را خواهند آزمود. بله، این بار
رقابت بین عتیق مختار هست با فرید پهلوان. فرید و عتیق مختار رو در روی یکدیگر قرار میگیرن و رقابت میکنن. 20 ثانیه تا پایان زمان هست. مجددا عتیق مختار میره تلاش بکنه گساله از سر زمین برداره. عتیق مختار اجازه نمیته برش. البته فرید پهلوان اجازه کار داده نشد. حالا بازی در حال پایان رسیدن هست و زمان به اتمام رسید و هیچ اتفاقی هم نیفتاد در نیمه نخست. بازی بدون امتیاز به پایان رسید. در 30 دقیقه ابتدایی هیچ گساله‌ای حلال نشد بعد از تلاش‌های بسیار زیادی که در دوران ابتدایی داشتن. سلام مجدد. رسیدیم به ادامه گزارش دیدار تیم‌های بدخشان کندهار در نیمه دوم. اینجا ویسل آقای ترکمن و نیمه گلداری امیدوار هستیم که داشته باشه، امتیازداری باشه. نیمه اول پهلوانان هر دو تیم هرچه که تلاش کردند، هرچه تیر داشتند خطا رفت، به سنگ خورد. هیچ کدام از فرصت‌ها تبدیل به امتیاز نشد. حالا هم تلاش‌هایشان را در نیمه دوم آزمایش می‌کنند یاران بدخشان و کندهار. یک گساله حلال بشه طبیعی است که بازی فاز هجومی تری به خود خواهد گرفت. حساسیت و حلاوت و جذابیت بازی افزون و افزونتر خواهد شد. دور هم پیچیدند برای برداشتن گساله از روی زمین. با همدیگر در تقلا هستند، در برخورد هستند، در تنش هستند. پهلوانان هر دو تیم هر کدام سعی میکنه دیگری را از صحنه بیرون بکشن. دوباره برداشت جیک به جیک. اشاره ابراهیم ترکمن داور مرکزی مسابقه اعلان میکنه که بازی را باید از دایره برداشت دنبال بکنن. پهلوانا، چاپاندازها، سوارکاران نامی هر دو تیم خودشان را آماده میکنن برای برداشتن نقش گساله. گساله را از زمین بردارن و مسابقه آغاز بشه. حالا گساله در دایره قرار میگیره توسط یکی از خدمه های این مسابقه. یک بار دیگر ویسل و رقابت فرد به فرد دنبال میشه. نجیب مختار هست برابر فرید پهلوان. هر دو پهلوان تلاش میکنن که گساله را از سر زمین بردارن. نجیب مختار، ببینیم پهلوان نامی ولایت بدخشان را. سال پار در ترکیب سمنگان بازی میکرد و با سمنگان قهرمان شد. بدخشان سال پار در مسابقات لیگ اشتراک نکرد. نه بدخشان نه کندهار هیچ کدام حضور نداشتند. امسال حضور همین دو تیم به جذابیت این مسابقات افزوده. برداشت صورت میگیره. فرید پهلوان گساله در اختیار داره. راهها بسته است. دوباره بازی به هم میپیچه، در هم میتنن. پهلوانان و چاپاندازان هر دو تیم رقابت خودشان را دنبال میکنن. ببینیم اولین فرصت تبدیل به امتیاز میشه یا خیر. اضافه شد پهلوان خدای، پهلوان نامی ولایت بدخشان و رقابت کماکان دنبال میشه بین پهلوانان هر دو تیم. رقابت بسیار جذاب و حیثیتی و مهم است رقابت هر دو تیم. دوباره یک بار دیگر پهلوان گلبدین هست که برداشت انجام میده. گلبدین پهلوان به سمت دایره حلال. در برابر او کسی نی جز خال پهلوان. خال پهلوان او را به بیرون میکشه. دفاع جانانه و تشویق پرشمار علاقه‌مندان خال پهلوان را تشویق میکنن. خال به بیرون فرستاد گلبدین پهلوان را. پهلوان قدرتمند و مقتدر و توانا و نامی تیم کندهار را. یک بار دیگر صحنه آیسته را به هم دیگر مرور بکنیم، ببینیم به چه ترتیبی حرکت کردن پهلوانان هر دو تیم. اینجا خال پهلوان دوشا دوش گلبدین حرکت کرد و او را اجازه نداد حتی نزدیک دایره حلال بشن و دایره را هم میبینیم با فاصله به بیرون فرستاد گلبدین پهلوان را. دوباره ویسل زده خواهد شد
داور مرکزی این مسابقه آقای ابراهیم ترکمن را در تصویر میبینیم. بازی مهم را قضاوت میکنه، هرچند همه بازی ها رو قضاوت میکنه، اما قضاوت این بازی بسیار حساس است، بسیار مهم است، نباید کوچکترین اشتباهی بکنه، باید قضاوت درست و دقت لازم را داشته باشه. این بازی بسیار بسیار مهم است. دوباره برداشت جیک به جیک خواهد بود. دوباره تلاش های خودشان را انجام خواهند داد پهلوانان هر دو تیم برای برداشتن نشه گزاله از سر زمین. منتظر هستیم تا ویسل بزنه. اینم بخش VIP آقای احمدالله وثیق، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان و رئیس اداره تربیت بدنی. به همین ترتیب حاجی غلام سرور جلال، رئیس فدراسیون ملی بزکشی افغانستان و بازی‌های محلی. دوباره عبدالوهاب پهلوان از کندهار، عبدالوهاب پهلوان از کندهار فاصله میگیره. عبدالوهاب پهلوان، دو تا از پهلوانان، سه تا از پهلوانان بدخشان هستن و حضور دارن، اجازه کار داده نمیشه نزدیک دایره حلال. ادامه کار، حالا چانس طلایی است برای یاران کندهار، میتونن نزدیک دایره است، در نزدیکی دایره این امتیاز گرفته میشه یا خیر. باید ببینیم چقدر فرصت خوبی است برای یاران کندهار، چسبیده به دایره حلال حضور دارن. یاران بدخشان چگونه از این موقعیت دفاع خواهند کرد؟ این بار باز هم فرید پهلوان نزدیک دایره حلال، اجازه کار را نمیتن یاران بدخشان. مگر ساده است امتیاز گرفتن از این مسابقه بسیار جذاب و تماشایی؟ بازی بسیار با قدرت و پهلوانان نامی و چیره دست ولایت‌های کندهار و بدخشان تشویق میکنن با وصف از اینکه هیچ امتیازی گرفته نشده. یاران بدخشان را تشویق میکنن، اجازه ندادن. این سومین بار است که اجازه نمیتن یاران کندهار از گساله آماده شده استفاده بکنه و امتیاز بگیرن. دوباره برمیگردن ادامه کار. هر دو برادر را در تصویر میبینیم. عتیق مختار، نجیب مختار، پشت سر روح الله پهلوان است. روح الله قیومی فرزند زبیر قیومی، رئیس فدراسیون بزکشی ولایت بدخشان. برداشت جیک به جیک بین پهلوانان هر دو تیم. باز هم پهلوان خدای در برابر عبدالوهاب پهلوان رقابت خودشان را انجام میتن. دوباره برداشت صورت گرفته. پهلوان خدای میره به سمت دایره حلال. اسم بسیار جالب داره این پهلوان. میره به سمت دایره حلال، ببینیم که موفق میشه یا خیر. او چگونه استفاده خواهد کرد از این فرصت برای خود؟ کارش سخت شده و گره خورده و به اوت رفتند. مجدداً برداشت صورت خواهد گرفت، مجدداً کار دنبال خواهد شد، مجدداً تلاش های خودشان را باید به کار بگیرند. پهلوانان هر دو تیم هرچه تلاش دارند، هرچه انرژی دارند، در همین مسابقه میمانند. این دیدار ساده ای نیست، فاینال زودرس هست. فاینال زودرس هست برای پهلوانان هر دو تیم. رقابتشان بسیار جذاب، نفسگیر. اجازه کار داده میشه. ابراهیم ترکمن ویسل میزنه و بازی آغاز میشه. بازی را یاران کندهار و بدخشان دنبال خواهند کرد. 38مین دقیقه این مسابقه هست. در کندوکاو هستند پهلوانان هر دو تیم. ببینیم برداشت صورت گرفته. باز هم عبدالوهاب پهلوان باز هم را بسته است. عبدالوهاب پهلوان میخوای از میان همه رد بشه و اولین امتیاز. کندهار به امتیاز رسید. حلال میشه امتیاز. گساله در دل دایره قرار گرفته. خوشحالی هواداران کندهار را میبینیم. سر از پا نمیشناسن یاران کندهار. ببینین عبدالوهاب چه کار بزرگی را انجام داد. خوشحالی هواداران و همچنین عوامل تیم کندهار چقدر خوب بود، چقدر عالی بود. قیس حسن مسئول تیم کندهار سر از پا نمیشناسه. تیمش به اولین امتیاز در بازی بزرگ دست یافته. حالا خوشحالیشان را تقسیم میکنن. عبدالوهاب پهلوان نامی و قدرتمند است. ببینیم که چگونه جشن میگیرن. عبدالوهاب پهلوان امتیاز گرفت از بدخشان. رئیس و مالک تیم کندهار حاجی قیس حسن چگونه خوشحالی میکنه.
چقدر خوب بود، چقدر عالی بود، چقدر بی‌نقص بود. بدخشان بالاخره بعد از تلاش‌های پیهم نتونست که در برابر حملات قهار و خطرناک یاران کندهار ایستادگی بکنه. ببینیم تصویر آهسته. عبدالوهاب گوساله در دل دایره انداخت، جایی که باید میانداخت، کاری که باید انجام میشد. بدخشان آب سردی که بر پیکر پهلوانان و هواداران ریخته شد. 40مین دقیقه مسابقه. پهلوان عبدالوهاب تفاوت‌های این بازی بزرگ را رقم زد. عبدالوهاب پهلوان. ببینیم هواداران را. طرفداران بدخشان در سکوت فرو رفتن، مهر سکوت بر لبانشان. ببینیم ناراحتی در سر و صورت هواداران بدخشان کاملا مشهود است. خوشحالی در سر و صورت هواداران کندهار. هویداست. 40مین دقیقه، 20 دقیقه تا پایان این مسابقه زمان هست. یاران بدخشان باید چانس خودشان را بیازمایند. روح الله پهلوان میگیره گوساله را، باز هم کارگره میخوره، برداشت صورت گرفته، بازی به تساوی کشانده میشه یا خیر؟ این بازی بسیار جذابی است. دوباره برداشت برای پهلوانان هر دو تیم. اسبا مانده و خسته به نظر میرسه، اما اسبای هر دو تیم اسبای بسیار قدرتی هستند. به این زودی انرژی کم نمیارن، مثل پهلوانان که انرژی کم نمیارن. چیزی از حلاوت اسبا و سوارکاران این اسبا کم نشده. رقابت با جدیت دنبال میشه و نزدیک. باز هم برداشت صورت گرفته. یک بار دیگر از پهلوانان ولایت کندهار. گلبدین است، گوساله در تقم خود قرار میده. گلبدین است. حالا دو پهلوان در مقابل او قرار گرفته. گلبدین پهلوان به سمت دایره حلال. آیا اجازه کار داده میشه و نه خیر؟ نه، این بار نشد. این بار مأموریت ناتمام میمونه و گوساله به بیرون هدایت داده میشه و بیرون میفته و گلبدین ناموفق هست. 42مین دقیقه دیدار. ببینیم گلبدین چگونه گوساله را محکم گرفت، رفت به سمت دایره حلال. دو تا از مدافعان تیم بدخشان این بار صد راهش قرار گرفتند و اجازه کار را برش ندادند. اجازه ندادند که گلبدین مأموریت ناتمام خود تمام بکنه و امتیاز دوم را به ثمر برسانه و خیال خود و تیم کندهار را آسوده بکنه و پیروزیشان را قطعی. اما این اجازه داده نشد. این تک امتیاز نیست که نتیجه نهایی باشه. مطمئناً این دو تیم تلاش میکنن که این نتیجه تغییر بکنه. تغییر پذیر است این پهلوانان نامی. یک بار دیگر برداشت صورت میگیره. این بار هم پهلوانان کندهار. پهلوان خدای از بدخشان تلاش میکنه جلوی عملکرد بازیکنان تیم کندهار را بگیره. همچنان گوساله در میان دو پهلوان، سومی و چهارمی پهلوان عبدال. ببینیم چگونه دفاع میکنه. سمیع پهلوان همچنان گوساله را در اختیار داره. به اوت رفته یا خیر؟ کار دنبال میشه. خیر، به اوت نرفته، کار دنبال میشه. گوساله در اختیار پهلوانان هر دو تیم هست. هر دو تیم در تلاش میکنن گوساله را حفظ بکنن. کار سختی هست و رساندن گوساله به دایره حلال سخت‌تر است هر اتفاق ممکنه. کشمکش میان پهلوانان هر دو تیم. چه کسی موفق خواهد شد؟ به سمت اوت در حرکت هستند و دوباره اوت شد. باز هم اسبا به سمت اوت رفت و فرصت سوخت. دوباره برداشته جیک به جیک خواهد بود. پهلوانان هر دو تیم تلاششان را در رقابت تن به تن دنبال خواهند کرد. 44مین دقیقه مسابقه. زمان هست برای هر دو تیم، برای به ثمر رساندن امتیازهای بیشتر، برای تغییرات کلانتر و نتیجه بهتر. هر دو تیم، هم بدخشان هم کندهار. بدخشان نیاز داره به بازی بازگرده، حداقل امتیاز تساوی را به دست بیاره. کندهار به دنبال صدرنشینی است. لوگر را با اختلاف شکست داده و بدخشان را هم شکست بده در صدر جدول گروه خود قرار خواهد گرفت و صعود با شکوهی خواهد داشت به دور بعدی مسابقات به جمع 8 تیم. دوباره منتظر ویسل هستیم از سوی ابراهیم ترکمن. چقدر با دقت
خیره شدن به سمت پهلوانانی که در میدان با هم دیگر رقابت میکنن. رقابت پایا پای، رقابت جذاب. پهلوان خدایی از بدخشان گساله را در اختیار میگیره. پهلوان خدایی، پهلوان نامی بدخشان، اما همچنان کارش سخت است. ببینیم پهلوان خدایی چگونه از میان پهلوانان کندهار میگذره و به امتیاز میرسه. کار سختی داره اما ناممکن نیست. به سمت اوت هدایتش میدن. پهلوان خدایی تمام تلاش خودم میکنه. پهلوان خدایی حالا به بیرون بردنش. در دفاع خیلی خوب کار میکنن، مگر فراموش کردین که تیم کندهار دفاع بسیار قدرتمند و مقتدر و باهوش و تجربه کاری مثل عبدال پهلوان در ترکیب داره. عبدال پهلوان بود که در مسابقات تورنمنت مزار شریف هم با تاکتیک های دفاعی شخصی خود بغلان را به قهرمانی رساند. در مقابل همین بدخشان به برتری رسید. بغلان 45مین دقیقه مسابقه هم پشت سر شد و 15 دقیقه تا پایان زمان هست. هر دو تیم خسته به نظر میرسند و اما همچنان مشتاق و مصمم به کار خود ادامه میتن. این بار عتیق در برابر فرید پهلوان هست. ببینیم موفق میشه یا خیر. گساله را گرفته پهلوان ولایت بدخشان. عتیق پهلوان میره به سمت دایره حلال. هم تیمیایش همراهیش میکنن. ببینیم موفق میشه یا خیر. عتیق در میان پهلوانان کندهار گم میشه. عتیق پهلوان میایه به سمت دایره حلال. کار گره خورده، کار ساده ای نیست. فرصت هست برای یاران بدخشان. بازی را به تساوی میکشونن یا خیر. ببینین هواداران را چگونه تشویق میکنن. عتیق پهلوان کماکان گساله در اختیار عتیق هست. میخواین که او را از جریان بازی بیرون بکشن، میخواین که او را به اوت هدایت بتن. یک بار دیگر این بار نجیب مختار برادرش ببینیم که موفق میشه یا خیر. گساله در زمین افتاد. دوباره بازگشت میکنن پهلوانان و گساله را از سر زمین بردارن. دوباره پهلوان خدایی، پهلوان روح الله از بدخشان سر گساله هستند. غلام سرور پهلوان، عبدالوهاب پهلوان. به همین ترتیب پهلوانان دیگر کندهار، سمیع پهلوان و گلبدین پهلوان منتظر هستند که این گساله برداشت بشه و به نان و نوایی برسن. گساله را به هدف برسانن، به مقصد، به دایره حلال، تا امتیازی کسب بشه، تا نتیجه به نفع کندهار به اتمام برسه، تا بدخشان در این میدان بزرگ یک بار دیگر برابر کندهار شکست را قبول بکنه. باز هم گساله به زمین غلطید، از دست بازیکنان خطا خورد. یک بار دیگر برداشت صورت گرفته. یاران کندهار و بدخشان رقابت خودشان را ادامه میتن. نورآقای پهلوان از بدخشان. نورآقا این بار عتیق مختار میگیره گساله را، باز هم به اوت رفت. عتیق مختار هم نتانست که کاری از پیش ببره. هرچه تلاش کردن یاران بدخشان کاری از پیش نبردند و فرصت ها یکی پی دیگری سوخت، هدر رفت، نابود شد، هیچ شد و پوچ. یک بار دیگر ببینیم تلاش های پهلوانان دو تیم را میبینیم. در صحنه آیسته یک پهلوان از کندهار سر زمین افتاد و باز هم تکرار میکنم دوستان و علاقمندان و بیننده های تلویزیون ملی اسپورت در هر کجای افغانستان هستین، غیر از پهلوانا که تقابل و توانایی چنین رقابت های کلانی را دارن و چنین رقابت های بزرگی را میتونن اشتراک بکنن، برای آدمای عادی، برای افراد عادی چنین مسابقاتی پیشنهاد نمیشه. لطفاً آزمایش نکنین، امتحان نکنین. این مسابقات خطرناکی است. باید که مال از تجربیات باشین و توانایی باشین و قدرت باشین و سوارکاری حرفه‌ای باشین، سوارکار حرفه‌ای باشین و در سوارکاری توانا باشین. فکر می‌کنم که یک اسب از کنترل خارج شده و باعث شده که بازی متوقف بشه برای لحظاتی. بعد کنترل اسب در اختیار بگیرن مسئولان و مسابقه دنبال خواهد شد. 49مین دقیقه این دیدار هست و برداشت جیگ به جیگ یک بار دیگر بین پهلوان عبدالوهاب زننده تک گل یا تک امتیاز این مسابقه تا اینجای کار، همراه با نجیب مختار ستاره فوق‌العاده عالی و نامی بدخشان، میرن که گساله را سر زمین بردارن. هم نجیب
نجیب مختار ورداش را انجام میده. نجیب مختار، حالا نجیب مختار فرصت داره. نجیب مختار از میان پهلوانان کندهار سعی میکنه که اسب خود هدایت بده به سمت دایره حلال. کار سختی داره نجیب مختار. ببینیم چگونه استفاده خواهد کرد. نجیب مختار فاصله میگیره. نجیب مختار نشد، فرصت از دست رفت. ادامه کار. یاران بدخشان فرصت دارن گساله را بگیرن در دایره حلال جای بتن. چسبیده به دایره حلال. فرصت ایدئال، فرصت طلایی برای یاران بدخشان. شاید این بهترین فرصت برای یاران بدخشان باشه. دوباره گساله فرو میقطه. وزن گساله 35 کیلوست و سنگین. گرفتن این گساله و کشاندنش و بردنش به دایره حلال کار هر آدم و فرد عادی نیست. باز هم میگم باید سوارکاران خبره‌ای باشین، سوارکاران چیره دستی باشین که بتونین در این مسابقات حاضر بشین و رقابت بکنین. 50مین دقیقه این رقابت هست. فرصت از دست رفت برای نجیب مختار. این طلایی ترین فرصت ایدئال برای نجیب مختار بود. کمی فاصله از دایره داشت. این موجب شد که این فرصت به دست آمده از دست بره و کندهار کماکان نتیجه 1-0 میدان را به نفع خود دنبال بکنه. باز هم برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. باز هم رقابت تن به تن خواهد بود بین دو فرد، بین دو تن، بین دو پهلوان، بین دو چپانداز، بین دو سوارکار چیره دست، بین دو پهلوان نامی، یکی از کندهار دیگری از بدخشان. اجازه کار صادر میشه. باز هم برداشت جیگ به جیگ. ببینیم چه کسی موفق میشه. فکر میکنم باز هم برداشت یاران بدخشان. بدخشانی ها برداشت انجام میتن. پهلوان خدایی این بار برداشت انجام داده. همچنان تلاشا برای رساندن گساله به دایره حلال. هر بار تلاش میکنن و تلاشایشان از کف میره. باز هم به سمت بیرون ساق داده شد و فرصت از دست رفت. گساله را باید برسانن به دایره برداشت. خسته و مانده و ذله به نظر میرسن، اما همچنان از حلاوت و جذابیت این بازی کاسته نشده. ببینیم صحنه آهسته را. اینجا به این ترتیب بود که باز هم اجازه کار صادر خواهد شد. برداشت گساله تن به تن در مرحله جیک به جیک بین دو پهلوان. باز هم رقابت دنبال میشه. هر دو پهلوان در تقلا هستن گساله را از روی زمین بردارن. چسب قدرتمندی این بار برای دفاع در نظر گرفته شده توسط فرید پهلوان. سمی پهلوان است. بله، سمی پهلوان که اصالتا از ولایت تخار هست. سال گذشته در ترکیب تخار به میدان رفته بود در برابر نجیب مختار. نجیب مختار خیلی تلاش میکنه و اما سمی با این اسب تنومند در برابرش او را از میدان بیرون میکنه. در این رقابت جیک به جیک این اسب قدرتمندی که سمی داره طبیعی کار برای نجیب سخت میکنه. نجیب یک بار دیگر تلاش خودم میکنه برای برداشتن گساله. زمان علیه بدخشان در حرکت هست. دل به دل هواداران بدخشان نیست تا زمین خود پایان میکنه. نجیب مختار چه ریسک کلانی انجام میده. خود قربانی میکنه نجیب، اما سمی پهلوان با تمام تلاش اجازه نمیده. ببینیم چگونه او را از رقابت بیرون میکشه. سمی پهلوان دفاع جانانه ای میکنه کندهار. این مرحله بسیار اساسی است. اسب قدرتمند سمی پهلوان موفق شد و اجازه نداد که نجیب گساله را سر زمین برداره. این بار رقابت بین دو پهلوان دیگر دنبال میشه. ببینیم کدام دو پهلوان. هواداران را میبینیم چطور چشم دوختن به دایره برداشت، محل زورآزمایی پهلوانان که تن به تن با هم رقابت میکنن. سرور پهلوان کشیده. پهلوان خدایی را کلن از میدان میخواه بکشه. از محل گساله کشیده و میخواه کلن او را از میدان بکشه. ببینیم چگونه صدی شده برابر پهلوان خدایی.
و او میخواد که گساله را سر زمین برداره و سرور پهلوان اجازه نمیده. 2 دقیقه باید دوام بیاره سرور پهلوان تا 2 پهلوان دیگر چانس خودشان را آزمایش بکنن. 54مین دقیقه رقابت کماکان دنبال میشه. چه فرصتی را از دست دادن یاران بدخشان، قطعا خودشان را نخواهند بخشید، به ویژه نجیب که فرصت طلایی را از دست داد. حالا رقابت بین سرور و پهلوان خدایی تقلا میکنه که بگیره و کلا او را از منطقه دور میکنه. سرور پهلوان چه اسبایی دارن، چه رقابتی دنبال میشه، چه دقایق سخت و دلهرآوری است برای یاران بدخشان. باز هم اجازه نداد. با همین تاکتیک در تورنمنت مزار شریف، با همین تاکتیک بغلان بدخشان را سر را برداشت و از حضور در فاینال کنارش زد. همون تاکتیک مشابه در دفاع باز هم به کار میبرن، باز هم اجازه نمیدن یاران بدخشان گساله را بگیرن. یک بار دیگر بدخشان کارش گره خورده در تقابل بزرگ، در رقابت کلان. همچنان پهلوان خدایی همه تلاش خود را به کار میگیره تا بتانه گساله را بگیره و سرور اجازه نمیده. فرصت به پایان رسید. 2 پهلوان دیگر چانس خودشان را خواهند آزمود. این بار عتیق پهلوان از بدخشان، عبدالوهاب پهلوان از کندهار. حالا نوبت عتیق هست. عبدالوهاب گساله را میگیره. از فرصت استفاده کرد عبدالوهاب پهلوان. میره به سمت دایره حلال. عبدالوهاب پهلوان. یاران بدخشان نتونستن کار بکنن. نوبت به یاران کندهار هست. ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد از این فرصت طلایی. روح الله پهلوان در کشمکش است با عبدالوهاب پهلوان. پهلوان ولایت بدخشان عبدالوهاب را از مسیر انحراف داد و به بیرون فرستاد. دوباره برداشت جیگ به جیگ. زمان خیلی علیه بدخشان هست. هواداران بدخشان سراسیمه و با اضطراب کار را دنبال میکنن. دل به دلشان نیست. همه مضطرب هستند. هیجان فوران میکنه در سر و سیمای هواداران بدخشان. کاملا مشهود هست. کندهار رقابت بزرگ را، فاینال زودرس را تا این جای کار به نفع خود، با پهلوانان نامی خود، با اسبای مقتدر خود به نام خود رقم زده. نتیجه کلان را به نام خود رقم زده. پیروزی بزرگ را، افتخارش را به نام خود رقم زده. 57مین دقیقه مسابقه کار کماکان بین عبدالوهاب دنبال میشه. مجددا تلاش‌های عتیق مختار. عتیق مختار هم مثل پهلوان خدایی، مثل نجیب پهلوان شایسته ولایت بدخشان هست. ببینیم چگونه استفاده میکنه عتیق مختار. اجازه نمیده عبدالوهاب، او را از میدان کشید. به همین ترتیب ادامه بتن بدخشان میدان را واگذار خواهد کرد و کندهار پیروز میدان کلان خواهد شد. عتیق مختار چیزی نمانده بود که گساله را در اختیار بگیره. باز هم عبدالوهاب در مقابلش رقابت میکنه. ببینیم چگونه با هم دیگر رقابت جانانه‌ای را دنبال میکنن. عتیق مختار در تلاش هست بتانه گساله را سر زمین برداره. عبدالوهاب اجازه نمیده. عتیق باز هم موفق نشد. از هر راهی وارد میشه، از هر تاکتیک استفاده میکنه، ناموفق هست. گره خورده این مسابقه. اینجا عتیق مختار تلاش میکنه گساله را برداره. عتیق مختار باز هم موفق نشد. باز هم تلاش های عتیق و زمان به پایان رسید. حالا 2 پهلوان دیگر باید چانس خود را بیازمایند. 2 پهلوان دیگر باید چانس خود را بیازمایند. 2 رقیب دیگر رقابت باید دنبال بکنن. ببینیم که کسانی که در VIP هستن با چه دقت مسابقه را تماشا میکنن. اوه عبدال پهلوان آمد. یک تنه در برابر کل تیم استاد میشه و رولا فکر نکنم چانسی داشته باشه بتونه از پیش عبدال پهلوان گساله را بگیره. روح الله قیومی در برابر پهلوان عبدال رقابت خود دنبال میکنه.
بدخشان با همین تاکتیک عبدال پهلوان بود در تورنمنت مزار شریف نتانستن به فاینال را پیدا بکنن. روح الله پهلوان گرفت گسارن. روح الله پهلوان نه از دستش فرو غلطید، نشد. اگر از دایره برآمده باشه به صورت گروهی است. بله یک کار انجام داد که گساره را از دایره بیرون کشید، حالا به صورت گروهی باید کار را دنبال بکنن. صرفا 1 دقیقه تا پایان، 1 دقیقه بسیار حساس و نفسگیر. این 1 دقیقه ببینیم که آبستن چه اتفاقاتی خواهد بود. دقیقه پایانی مسابقه است. پهلوانان بدخشان از هر تاکتیکی که دارن باید استفاده بکنن، از آخرین شرایط و آخرین فرصت‌هایشان به نفع خود استفاده بکنن. یاران کندهار با تمام وجود دفاع میکنن. 60مین دقیقه مسابقه است و کار کماکان به نفع کندهار دنبال میشه. واپس این ثانیه هاست. یاران بدخشان هرچه تلاش دارن به کار میگیرن. 30 ثانیه تا پایان مسابقه. کار سخت شد، کار گره خورد، تغییر نتیجه به اما و اگر رسید. 20 ثانیه. و نشد که بشه. فکر میکنم 10 ثانیه پایانی است و شرایط بسیار سخت شد. آخرین فرصت ها، آخرین تلاش ها و کندهار آمادگی برپایی جشن گرفته و بله بازی به پایان رسید. بازی بزرگ به پایان رسید. بازی بزرگ را کندهار برد. رقابت نفسگیر و جدال بسیار